خیلی بلند حرف زدم. سلام بچه‌ها، خوش اومدید ویدیو جدید. امروز اومدیم با کشاورزی بازی کنیم. آقا خیلی بازی مسئله. آقا بیاید توضیح کوچیک. What's that? چند تا تیر شانسی داریم. وایس قبل اینکه توضیح بدیم. به یه 6 تیره به صورت شانسی پر و خالی. بعد میتونی به خودت بزنی، شانس داری به حریف هم بزنی. خب یه لحظه کارتا رو توضیح میدیم. آقا تک رو نشون بده. تک تیر رو 2 برابر میکنه قدرتشو، ولی اگه پوچ باشه به فنا میره. خب با شاه میتونی چیکار کنی؟ با شاه میتونی جون اضافه به خودت. میتونی چیکار کنی؟ با میتونی فقط با بی هم میتونی درصد شلیک شدن رو بذاریم داخل. خوش شروع می‌کنید. آقا اولی رو میچرخونیم. نفر اول کی رو بزنه؟ من بودم آقا. اسی نه یه دونه بزنم با تو یه دونه بزن تا کارشم بزن. اینجوری میشه. تو رو باید بزن. راست بزن. کیو بزن آقا؟ من رو بزن. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 توی یه نه 10 20 40 میاد. یه تیر داره میذاریم داخل. نوبت خانم باست. والا همه ترور می‌کنه. موری. نه با تو بزن. منو بزن. تو نمیشه. نمیشه. چی نمیشه؟ الله اکبر. همینجوری تو رو. اگه تو تیری الان اینجوری برمیگرده. یکی بزن. برگشت میکشه. نمی. بگی بره. خارکوسه. آربینو بزن. آربین گناه نداره. نه آربینو نزن. آدش نگاه کن. خدا بهم گفتش تو بزن منو بزن. بزن. آقا این الان چی بود؟ خب چند درصد بود؟ نه به خدا نه به خدا این سپر داشتش. خب سپر رو میزنم. سپرش رو بده من میزنم. رو بده جونش. برو بس دیگه. دوباره من زدم. خودم زدم یه بار به تو. چی؟ دوباره به خودم زدم یه بار به تو. 33 من نزدم. دیگه منو نزد دیگه. خودت تو چرا منو زدی ها؟ برات تمامه. او گرمیم یه جون داره. خب بابا آجه ویدیو رو اول ویدیو هست. بابا یه دونه جون داره. من سپرم میزنم. نمیتونی. نه دیگه. چطور رفتم جون نمیتونم. بزن یه جو بمیره. نه خیلی خیلی. بزن باشم. همه جا من پیش بینی میکنم که این ویدیو بالا 10 تا لایک میگیره، چون که لایک میگیره با ساب ویدیو رو بزن. نمیشه اول ویدیو من حذف کنید. لایک گرفتیم داشت 10 تا بچه از اون شوبه زنه. هر کی منو بزن. یه دونه ویدیو بزنم. هر کی منو برو بیرون. خدافظ. فوال توی باش. یادت هیچی نخوره. دو تا بزن. چند تا گذاشتی؟ 4 تا گذاشتی. این توی راست. آره. 2 تا. خب. اشکال نداره. یه دونه
چجوری یه جونه اینو زدی؟ من یه چیزی رو تا خودم تیر. نوبت من شد اینو زدم جون تیر بیبره رو بکن این شب. زد بعدش نخورد تیر به تو. بچه 2 تا تیر داشت. خب چیزی سپر. سپر این از ستت. شاپر. من سپرم. بگ. ازش نه. میخوای هیچ اشکالی بزن سر کابل میکنی جدی یه کامبک بزنیم بچه من مردم اینجا. بچه 5 تا تیر جوراب میاد. خیلی میخوام ریسک کنم اول به خودم نه میبینی میدونم میخوام ببینیم واسه دم بعدش یه دابل میزنم خیلی ریسکی ها شد اگه نزنی باختی خیلی قویه لایک استاد فراموش نشه تا یه ویدیو دیگه چنل کسیم. خداحافظ.